تامی گوش کن عزیزم، من پیمانکار اونه. میگم پیمانکار اونه. خب اگه این کار از دست بدم بدبخت میشم. میفهمم. بذار صبح درباره‌اش صحبت کنیم. باشه؟ فردا صبح صحبت میکنیم. باشه. شب بخیر. هی برو اون بر. سر کار خوش گذشت ها؟ تو واسه چی هنوز بیداری؟ دیر وقته. وای خدا ساعت چنده؟ از وقت خوابت خیلی گذشته. ولی هنوز فردا نشدی. عزیزم خواهشن الان نه، اصلا انرژیشو ندارم. بیا این دیگه چی؟ تولدته. خب از اون ساعت خرابت آسی شده بودی. دیدم چی از این بهتر. دوستش داری؟ عزیزم این واقعا خیلی خوبه، ولی انگار خواب مونده. چی؟ نه 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 نه. پول این از کجا آوردی؟ مواد مخدر میفروشی. چه خوب، پس میتونی تو پرداخت اقساط خونه کمک کنی. آره به همین خیال باش. شب بخیر دختر. الو سارا عزیزم زود باش گوشی رو بده به پدرت. عمو تامی ساعت چنده؟ صحبت کنم یک خبر. عمو تامی الو. برای چی اینجوری کرد؟ ای بابا یادم رفت اینو بدم بهش. اینم متن تبریکمه. تلفنم قطعه. 300% افزایش بستری به علت یک بیماری اسرارآمیز. تو اینجایی؟ به نظر میاد اعتراضات به همهگیری کشوری مربوط باشه. معلومه کجایی؟ بنا به گزارش‌های رسیده قربانیان مبتلا به این بیماری دچار رفتار پرخاشگرانه شده و از پشت سر من سر و صداهایی به گوش میرسه. زود باشین از اینجا بریم. چی بود؟ چه خبر شده؟ هشتا تماس بی جواب. معلومه کجایی؟ زنگ بزن. من دارم میام. امشب دیر میام خونه، از بیرون غذا بگیرم. چه عجب. سارا حالت خوبه؟ آره. کسی که نیومد اینجا؟ نه چرا باید کسی بیاد؟ اصلا سمت در نرو، فقط همینجا وایسا. بابا داری منو میترسونی. چه خبر شده؟ کوپر و خانواده‌اش تو حال خودشون نیستن، انگار مریض شدن. یعنی چجوری؟ خدای من. جیمی بابا عزیزم بیا جیمی برو پی کارت. بیا اینجا. تو به شلیکه. سارا من امروز صبح دیدم. خوب گوش کن، داره یه اتفاق بدی میفته، باید از اینجا فرار کنی. میفهمی چی میگم؟ آره تامیه. بیا باشه. هیچ معلومه کجا هستی؟ اصلا میدونی اون بیرون چه خبر شده؟ یه چشماییشو دیدم. لعنتی سر تا پات خونیه. بشین تو ماشین عزیزم، خونه من نیست. زود باش. مردم شهر عقلشون رو از دست دادن. میشه خواهش کنم بریم؟ میگن انگار یه جور انگله. نمیخوای بگی چی شده؟ بعدن
چطوری سارا؟ حالت خوب عزیزم؟ خوبم. میشه رادیو رو روشن کنی؟ آره حتما. دوبله شده توسط فیلیمو. تلفن قطعه، رادیو قطعه. به عجب وضعیه. تا همین الان گوینده خبر داشت زر میزد که جایی معرفی نکرد بریم اونجا. گفتش که ارتش داره بزرگراه‌ها رو میبنده. راه ورود به تراویسکانتی هم بسته است. باید از اینجا بریم. از 71 برو. آره 71. میخواستم همونو برم. نگفتن چند نفر مردن؟ حتما خیلی ها. یه خانواده بدبختم گرفتن تو خونه تیکه پاره. تامی خیلی خوب. ببخشید. خدای بزرگ چی شد که اینطوری شد؟ خودشون هم نمیدونن. ولی فقط شهر ما نیست. اول میگفتن فقط جنوبه، اما حالا ساحل غربی و شرقی هم اضافه شده. لعنتی. مزرعه لوئیسه. خدا کنه خودش زنده باشه. مطمئن باش. ما مریض شدیم؟ نه البته که نه. از کجا میدونی؟ گفتن فقط اهالی شهر گرفتن. ما خوبی. مگه جیمی تو شهر کار نمیکرد؟ آره درسته، ولی ما خوبیم، خیالت راحت. باشه. بذار ببینم چی میخوان. زده به سر ترمز نکنی. بچه باهاشونه خب جو. با ما هم ولی جا هست. داری. رانندگی تو بکن تامی. چیزی که من دیدم و تو ندیدی. را تو برو تامی. کاش سوارشون میکردی. اوضاع خیلی بده. همه ی عالم آدم همین فکر ما رو کرده. خب میتونیم دور بزنیم و لعنتی. تامی لعنتی. لعنت بهت. اینجا چه خبره؟ تام آره دیدی؟ دیدم. لعنتی. خدای من. برو تو نه زود باشین، تکون بخورین. از چی فرار میکنه؟ زود باش از اینجا برو. یه حرکت وای نسا تامی. نمیتونم که زیرشون بگیرم. دنده عقب بگیر. پشت سرم هم هستن. را باز شد. برو خیلی خوب باشه. دوبله شده توسط فیلیمو. هی! فرار کنه. خدایی کمکمون کنه. بابا من اینجا عزیزم، من اینجا هم. دستتو بده. چی شده؟ پام درد میکنه. چقدر بده؟ خیلی بد. باید فرار کنی. خیلی ما رو داشته باش. بریم عزیزم، منو صرف بگیر. باشه بابا. بودو عجله کن. بودو. از اون طرف. اون آدم آتیش گرفت. نگاه نکن سارا. نجات پیدا میکنی، قول میدم. کمک کنه. تعدادشون خیلی زیاده. از این ور، از تو کوچه برو. بجون. کشتمش. لعنتی.
چیزی نمونده. الان میرسی. دارن از فاز رد میشن. فقط برو یه راه فرار پیدا کن. بیای بکن بی برو تو. خودتو برسون بزرگ را. برو دیگه، بچه تو بغلته. من میتونم فرار کنم. اونجا میبینمت. زود با. بابا نباید تنهاش بذاریم. هیچیش نمیشه. چیزی نمونده. دارن بهمون میرسن. بابا نگران نباش عزیزم، تمام شد. نجات پیدا کردیم. هی ما کمک لازم داریم. خواهش میکنم دخترم حالش بده. فکر کنم پاش شکسته. نخور. خیلی خوب. ببین ما مریض نیستیم. تو محوطه بیرونی به 2 غیر نظامی برخوردم. دستور چیه؟ بابا عمو تامی چی میشه؟ تو رو میذارم و برمیگردم دنبال عموت باشه. قربان یکیشون یه دختر بچه است، ولی اطاعت. گوش کن رفیق، ما با بدبختی تا اینجا اومدیم. فقط میخوایم لعنتی. خواهش میکنم. وای نه. سارا دستاتو بردار دخترم. میدونم عزیزم، میدونم. خوب گوش کن. میدونم چقدر درد داره عزیزم، ولی حالت خوب میشه. طاقت بیار. بذار بلندت کنم. طاقت بیار دخترم. میدونم عزیزم، میدونم. سارا عزیزم، این کارو با من نکن. این کارو با من نکن. این کارو با من نکن. این کارو نکن. نه 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 نه. خواهش میکنم. التماست میکنم.